به نام خدای مهربان، با عشق و علاقه و ارادت به این دختر بزرگوار امیرالمؤمنان و خواهر حضرت سلطان حضرت فاطمه معصومه که درود خاکیان و سلام افلاکیان بر او باد، بهترین سلام ها رو به شما تقدیم میکنیم با عطر خوش گنبد و پرچم و علم و یاد خدا رو در دل خودمون زنده میکنیم به روایت محرم. یاد خدایی که این روزها در کنار مضجع شریف فاطمه معصومه در دل و جان ما شعله میکشه، فانوس معرفتی رو برای یاد خدا روشن میکنیم. متبرک است به نگاه او، محبت او، عاطفه او که اونایی که مشرف میشن حرم فاطمه معصومه میدانند چه آغوش مادرانه‌ای داره این خانم بزرگوار، دختر گرامی حضرت حیدر کرار. به این هم ذریح آسمانی او که عاشقان و بیپناهان تنها ملجئی که در این روزگاران پیدا میکنند در سرزمین فارس در نزدیکی شهر قم مقدس این صحن و سرای با صفاست و به اینجا پناه میارن. نائب الزیاره شما هستیم، گل یاد شما رو اینجا میکاریم، اما دانای راز این بزمی که کنار این مسجد شریف آسمانی پهن کردیم برادر عزیز و ارجمند استاد اقوانی هستن که پیش روی شما بهشون عرض سلام، خوش آمد و عرض تسلیت دارم. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله. منم محضر شریف حضرت عالی و همه بینندگان عزیزمون عرض سلام و ارادت دارم و انشالله که طاعات و عبادات و عزاداری هاشون قبول درگاه خدا واقع شد. خیلی خیلی متشکرم. خدا رو شکر این سفره یاد خدای ما که در کنار مسجد شریف حضرت فاطمه معصومه هست با دقت و توجه و عنایت به آیات زیبای قرآن کریم پهن شده. این توصیه آقا جانمون حضرت سید الشهدا قرآن سربریده کربلاست و این روزها دوست داریم شبیه امام حسین بشیم دیگه. بهترین کار اینه که قرآن بخونیم و آیات شریفه رو در دل جانمون زنده بکنیم. استاد اگر یادتون باشه در جلسه گذشته در خصوص یک آیه بسیار زیبا و دلربا صحبت کردیم، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه. دلم میخواد یک اشاره‌ای به آنچه در گذشته گفتید داشته باشید و در خصوص ویژگی‌های این مؤمنین برای ما صحبت کنیم، ببینیم چه ویژگی دارن. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. اجازه بدید ابتدای جلسه ولی بزرگوار خدا امام زمانمون رو با یک صلوات با توجه هممون یاد کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اگه خاطر شریف حضرت عالی و بینندگان بزرگوارمون باشه، جلسه قبلی که توفیق داشتم خدمتشون رسیدم عرض کردم که این آیه رو وقتی خبر شهادت قیس بن مسهر سیداوی به حضرت رسید، حضرت این آیه رو خوندن که من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا. و عرض شد روز عاشورا هم هر کدوم از اصحاب امام حسین علیه السلام وقتی می اومدن اذن میدان که می گرفتن، حضرت باز این رو می فرمودن و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا. خب امروز جایگاه ما نسبت به این آیه در مورد آقا سید الشهدا علیه السلام چی میتونه باشه؟ بله. اگر خاطر مبارکتون باشه عرض شد که این من المؤمنین من بعضیه است. همه مؤمنین این رو ندارند، بعضی از مؤمنین این حال رو دارند. خصوصیت ویژه است. این حقیقتا ویژه است. ببینید اگر ویژه نبود، اصحاب امام حسین که هر کدوم میخواستن اذن میدان بگیرن، حضرت این آیه رو میخوند، امروز ما از اونها یاد نمی کردیم. هزاران هزار افراد در طول تاریخ به شهادت رسیدن، اما ما اصحاب امام حسین رو ممتاز یاد میکنیم و امروز امام زمان علیه السلام هم اونها رو یاد میکنه و سلام میده و ما هم برمیگردیم به اونها میگیم یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما. خب آیا این یک آرزویی است که دست نیافتنی است؟ یا لیتنا، ای کاش؟ نه، این شدنی است به خواست خدای متعال. کافی ما این من المؤمنین رو ببینیم کیا بودن، چطور به این جایگاه رسیدن، انشالله ما هم جا پای قدم اونا بزنیم به خواست خدای متعال. همونطور که عرض شد آقا امام سید الساجدین علیه السلام که وارث کربلاست در دعای 20 صحیفه فرمودن و بلغ به ایمانی اکمل الایمان. نشون میده این من المؤمنین، بعضی از مؤمنین یک ایمان خاصی دارند که اینها موفق شدن، هم بعضیشون فمنهم، باز این من بعضی است، بعضیشون شربت شهادت رو نوشیدن و منهم من ینتظر، بعضی ها منتظرند و هیچ تبدیل و دگرگونی در عزم اینها، در اراده اینها نسبت به این راه و جانفشانی این راه وجود نداره. این ایمان باید تقویت بشه تا اون من المؤمنین رقم بخوره.
لذا امام سجاد عرض شد که فرمودن و بلغ به ایمانی اکمل الایمان، به ما دارن یاد میدن ایشون که در اوج ایمان، خدایا ایمان من رو به کامل ترین مرحله ایمان برسون. من عرض کردم این تبلور این ایمان کامل در قالب محبت ما نسبت به خدای متعال جلوه میکنه. بله. اگر خاطر شریف بینندگان بزرگوار باشه، من عرض کردم یه کسی وقتی کسی رو خیلی دوست داره میگه الهی فدات شم. الهی فدات شم نسبت به خدا یعنی شهادت. چرا من این رو عرض کردم؟ برای اینکه در جوشن کبیر مردم شریفمون شبهای قدر خدا رو وقتی صدا میزنن میگن یا خیر حبیب و محبوب، دوست داشتنی ترین موجود در سرتاسر عالم خداست. هر کس این دوست داشتنی ترین موجود عالم خدا بودن رو بهتر درک بکنه نشون میده ایمان بهتری داره. نشانش چیه؟ نشانش اینه هر چی خدا در اوج محبت در دل من باشه، در اوج یاد اون خدا هستم. الا برنامه شما هم برنامه یاد خداست. این هماهنگی این قضیه رو میخوام توجه بدم. در جامعه کبیره که حضرات معصومین علیهم السلام به لسان امام هادی علیه السلام در واقع توصیف شدن، میگیم شما و تامین فی محبت الله، در محبت خدا تام و تمامید، هیچ خلایی در شما وجود نداره. بعد نگاری که سوال میکنه خب آقا بخشید نشانه این محبت تمام چیه؟ میگن و عدمتم ذکره، شما یاد خدا رو مداومت میبخشید. هر چی انسان کسی رو زیادتر دوست داشته باشه طبیعتا یاد او رو بیشتر احیا میکنه، یاد او رو بیشتر زنده نگه می‌داره. جسارت میکنم همه حرم های اهل بیت این رو به ویژه مخصوص کسایی که تفکرات سلفی دارن عرض میکنم، همه حرم های اهل بیت محل ذکر خداست، محل یاد خداست. این هر کس مشرف حرم فاطمه معصومه، حرم امام رضا، کارش چیه؟ یا نماز بخونه یا قرآن بخونه یا اصلا آدابی که اونجا داره اصلا همش ذکر خداست، همینطور یاد خداست. حضرات معصومین علیهم السلام مصداق اتم اون مجالسی ان که وقتی از حضرت سوال کردن من نجالس با کی هم نشین بشیم، فرمود کسی که رؤیت شما رو به یاد خدا بندازه و یزید و فی علمکم منطق، و حرف زدنش به علم دین شما اضافه کنه، یرغبکم فی الاخرت عملو، عملش به یاد آخرت شما رو ترغیب بکنه. دقیقاً انسان حضرات معصومین علیهم السلام رو در مشاهد مشرفه که حاضر میشه ببینه تمام وجودش یاد خداست. لذا حرم حضرات نماز داره، شما نماز میخونید، حرم سید الشهدا علیه السلام نماز داره. نماز چیه؟ اقم الصلاة لذکریه، یعنی حقیقتا همینطوره. خب حالا نکته‌ای که میخوام عرض بکنم اینه، اگر کسی در اوج محبت باشه یاد خدا رو مداومت میبخشه. خب نشانش چیه؟ که من وقتی در اوج محبت بودم یا شربت شهادت رو انشالله می نوشم یا انشالله منتظرم و در عزم من هیچ و تبدیل و دگرگونی نخواهد بود. امام صادق علیه السلام فرمودن لا یمحض رجل الایمان بالله حتی یکون الله احب الیه من نفسه و من ابیه و امه و اهله و ماله و ولده و من الناس کلهم. ایمان هیچ کس محض و خالص نیست مگر اینکه خدا را از خودش، من نفسهی، از پدرش، مادرش، همسرش، فرزندش، مالش و از همه مردم بیشتر دوست داشته باشد. ببینید من تمام تاکیدم روی این کلمه محبته ها، این رو میخوام یه مقدار برجستش بکنم که اون من المؤمنینی که شهید میشن بعضیاشون هم منتظرن، واقعا منتظرن، دا فیلم بازی نمیکنن، دا حقیقتا منتظرن چون در اوج محبتن. من میخوام یه مقدار این رو توجه بدم. امام سجاد علیه السلام به همین جهت در صحیفه سجادیه به ما یاد میدن نگران این محبت خدا باش. اگر احیانا چیزی این محبت خدا رو خدایی نکرده میخواد مخدوش بکنه، توبه کن از اون چیز. در دعای 31 صحیفه سجادیه که دعای توبه است، مستحضر هستید ان الله یحب التوابین. امام سجاد در بند 22 این دعا میفرماد خدایا اللهم و انی اتوب الیک، من به درگاه تو توبه میکنم، من کل ما خالف ارادتک او زال عن محبتک، هر چیزی که محبت تو رو از دل من زائل میکنه من به درگاه تو توبه میکنم. چی هست آقا جون اینا که محبت خدا رو از دل من زائل میکنه؟ خب وقتی محبت خدا از دل من بره دیگه الهی فدات شما میره، یعنی دیگه انسان دغدغه شهادت نداره. درسته، این نکته دقیقیه. اینا رو اجازه تو بخش بعد اشاره دقیقه داشته باشیم. خیلی ممنونم آقای عوادی بزرگوار.
داریم در خصوص محبت به خدای مهربان صحبت میکنیم، چیزی که یاد خدا رو در دل ما جاری و ساری میکنه. حرم فاطمه معصومه هستیم. اگر شما هم میخواید در موکب از حضرت فاطمه معصومه که عمود 1080 هست در مسیر نجف تا کربلا مشارکت بکنید، خادم باشید، کمک مالی بکنید، قدمی بردارید، نفسی بزنید، عدد 22 رو به 301122 بفرستید که انشالله دوستان خوبم خادمان حضرت فاطمه معصوم براتون پیامک میفرستن که انشالله نحوه مشارکتتون رو برای شما مشخص بکنم. ممنونم که کنار ما هستید. دلتون پر از عشق و محبت و یاد خدا. با همراه هستید. محضر استاد اعوانی هستیم در خصوص آیات زیبای قرآن کریم و به ویژه آیه من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله صحبت کردم و محبت خدا که بسیار بسیار مهمه و نکته بسیار ویژه‌ای که بر بخش قبلی قرار شد آقای اعوانی همین الان برای ما بگن. آقا در خدمتی. خواهش میکنم. عرض کردم امام سجاد علیه السلام نگران کرده ما رو که این محبت یه وقت از بین نره. بله. چون اگر این محبت از بین بره تمام سرمایه ما که اون ایمان ماست خدایی نکرده تضعیف میشه و ایمان اگر تضعیف بشه خدایی نکرده انسان عاقبت به شر میشه. امام باقر فرمودن شاگردی میکنن فرمودن هل دین الا الحب، اصلا دین چیزی غیر از همین محبت که شما فرمودین هست یا نه؟ خب حالا اون چیزایی که این محبت رو خدایی نکرده کم میکنه یا از بین میبره زال ان محبته، که اینا چیاست؟ امام سجاد علیه السلام 3 تا رو اینجا نام میبرن. یک، من خطرات قلبی، دارم بند 22 دعای 31 صحیفه سجادیه رو میکنن. ببینید من مکرر عرض کردم امام سجاد علیه السلام به عنوان وارث کربلا در صحیفه سجادیه داره نیرو تربیت میکنه برای درک رکاب ولی، یعنی همون برای یا لیتنا کنا معکم. بله. اون کسانی که در رکاب سید الشهدا علیه السلام بودند در اوج محبت بودند. حالا امام حسین علیه السلام هم یک همچین افرادی رو میخواد تربیت کنه. میفهمید از جمله چیزهایی که این محبت رو زائل میکنه من خطرات قلبی، اون اندیشه هایی که به دل آدم خطور میکنه، خدا نمیپسنده، گاهی اوقات انسان فکر گناهی چیزی میاد و از این پذیرایی میکنه در فکرش. مستحضر هستید اگر انسان از یک فکر گناهی پذیرایی بکنه خدایی نکرده ممکنه مرتکب بشه، پرورش پیدا میکنه، پرورشش میده. احسنت. میدونید دیگه امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه 83 نهج البلاغه فرمود شیطان نفث فی الاذان نجیا، دم در گوشا نجوا میکنه. اون اندیشه هایی که در ذهن انسان خطور میکنه بخش قابل توجهیشو این خبیثه که القا میکنه، که در دعای 20 صحیفه سجادی که دعای مکارم اخلاقه امام سجاد میفرماد اینا القاءات شیطانه. اللهم اجعل ما یلقی الشیطان فی روعی، یعنی یلقی هم میاره که مدام القا میکنه، اونقدر القا میکنه ما هم هی پذیرایی میکنیم خدایی نکرده تا مرتکب میشه. هیچ دیگه اونی که اون میخواست شد. لذا امام توبه میکنه نکنن اندیشه های باطل، اندیشه هایی که خدا نمیپسنده ما ازش پذیرایی کنیم. این یک. دو، و لحظات عینی، اینکه چشم من یه چیزایی رو ببینه که نباید ببینه. ببینید چه در فضای حقیقی چه در فضای مجازی خدای متعال نمیپسنده ما یه سری چیزا رو ببینیم. مثلا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. انسان گاهی اوقات یک چیزی رو میبینه ممکنه نفسش بپسنده اما سریع به خدا میگه خدایا نفسم ممکنه دوست داشته باشه اما من تو رو بیشتر دوست دارم، لذا نگاه نمیکنه. این لحظات عینی، نگاه‌های آنچنانی محبت خدا رو از دل میبره. گفت ز دست دیده و دل. حالا البته خیلی شعر عادت ندارم بخونم، خیلی شعر اونس ندارم، اما اون چیزایی که منطبق با حضرات معصومین و فرمایشات اون راست با خودت حفظ هم میکنم. یکیش اینه ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هرچه دیده بیند دل کند یاد. دل باید مملو از یاد خدا باشه. اما وقتی چشم چیزی رو میبینه که نفس حظ میبره و بهش نمیگه ببین تو دوست داری اما من خدا رو بیشتر دوست دارم، خدایی نکرده یواش یواش اون محبت خدا که زائل بشه مشکلات درست میشه. یعنی هر وقت هر چی دیدیم احساس محبت کردیم سری بیاریمش تو ترازوی محبت خدا. خیلی سری همینطوره. سری بسنجیم. ببین دوست دارم ولی خدا رو بیشتر. این کار من، این محبت من به محبتی که من نسبت خدا دارم خدشه وارد میکنه یا نمیکنه؟ همینطوره. این مقیاس رو داشته باشه. کلا خطکش محبت اگر دست ما باشه همه کارامون درست میشه. این نکته دقیقیه. خب سومین چیزی که محبت خدا رو خدایی نکرده زائل میکنه چیه؟ فرمود حکایات لسانی. حکایت من دقیق ترجمه کنم
الان یکی از چیزایی که مستحب به حکایت اذانه. یعنی چی؟ مثلا مؤذن اذان میده میگه الله اکبر، منم تکرار کنم الله اکبر. مؤذن میگه اشهد ان لا اله الا الله، منم تکرار کنم اشهد ان لا اله. اینو میگن حکایت اذان. همینطور مستحبه و در رزق و روزی اثر داره و از این حرفا. درست. حکایات لسانی یعنی زبون هر چی که میشنوه رو بگه. الان ما تو این فضای مجازی گاهی اوقات گروه‌های مختلف می‌بینید طرف حرفای مختلف رو سریع برای دیگران میفرسته. آقا اگر این کلام درست باشه گاهی اوقات نباید بفرستید، چه برسه این که من هنوز مطمئن نیستم از درستی و غلطیش. این آرام آرام محبت خدا رو از دل میبره. پس زبان هر چیزی رو نگه، چشم هر چیزی رو نبینه و دل به هر چیزی اندیشه نکنه. نقطه مقابلش هم درسته دیگه. اگر ما آنچه که ذکر خداست هی بر زبانمون جاری بکنیم، این محبت ما نسبت به خدا زیاد. این نشان از محبت خداست. چون هر کی کسی رو دوست داره او رو یاد میکنه. اثر داره در محبت. 100% اثر. اصلا راهش همینه. اینجا دو بیت شعر رو علاقمندم به لسان مبارک امام باقر توجه بدم که حالا این محبت چه زمانی صادقانه خواهد بود. بله. اینو مرحوم حرانی در تحف العقول در ذیل کلمات امام باقر علیه السلام نقل میکنه. میخوام بگم محبت صادقانه که رجال صدقوا ما عاهدوا الله، و این آیه رو داشتیم توجه می‌کردیم. بله. نشانه این صداقت چیه؟ حضرت فرمود تأسل اله و انت تظهر حبه، هذا فی الفعال لعمرک بدیع، لو کان حبک صادقا لاطعته، ان المحب لمن احب مطیع. احسنت. فرمود تو خدا رو عصیان میکنی بعد ادعا میکنی دوستش داری. فرمود به جان تو قسم لعمرک. این ادعای عجیبیه. میگم چطور آقا؟ فرمود نگاه کن، اگر محبت تو صادقانه بود حتما اطاعتش میکردی لاطعته. میگم آقا جون چرا ارتباطی وجود داره؟ میفهمید این ضابطه است. ان المحب لمن احب مطیع. کسی رو دوست داره گوش به حرفش میده. لذا همینجا الان متوجه شدیم اگر ما در این محبت صداقت داریم باید ببینیم دستوراتی که از آسمان نازل شده بر ما، بر قلب مطهر پیامبر بزرگوارش و به واسطه به ما رسونده، اونا چیه؟ هر چقدر ما مطیع‌تر نشان از اوج محبت بیشتر. ولی العیاذ بالله اگر خدایی نکرده ما گناه میکنیم، در این محبت صداقت نداریم، بی برو برگرد. اینو باید مورد توجه قرار داد. به همین جهت حضرات معصومین علیهم السلام گفتن اگر کسی دوستی خدا رو میخواد باید اطاعت کنه و اگر اطاعت نکنه دشمنی خداست. کلمات قصار 96 نهج البلاغه رو مردم شریفمون در جریان هستند. 3 خط فرمایش جناب سید رضی نقل میکنه، من دقیقاً خط سومش رو دارم عرض میکنم. آقا امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود ان ولی محمد صلی الله علیه و آله و سلم من اطاع الله و ان بعدت لحمته. فرمود اون کسی که اطاعت خدا رو میکنه این ولی و دوست پیامبر اکرمه. خب دوست پیامبر دوست خداست. فرمود و ان بعدت لحمته، اگرچه که به لحاظ خیشی از پیغمبر اکرم دور باشه، این سیاه حبشی در یه گوشه این کره خاکی اطاعت فرمان خدا رو میکنه، این دوست پیامبره و دوست پیامبر دوست خداست. خب حالا این ادامهش رو چه کنیم؟ بله. فرمود و ان عدو محمد صلی الله علیه و آله و سلم، دشمن پیغمبر اکرم کیه؟ فرمود من عصی الله، کسی که خدا رو عصیان کنه و دشمن پیغمبر دشمن خداست. بعد فرمود و ان قربت قرابتو، اگرچه که به لحاظ نسب ممکنه پیغمبر خیش پیغمبر اکرم باشه ها، اما اگر علیاذ بالله عصیان خدا رو میکنه این دشمن پیغمبر اکرمه. خب من اینا رو برای چی عرض کردم؟ برای اینکه به جامعه شریفمون، به مردم ایمانیمون این رو عرض بکنم، ما دشمنی هایی با ما میشه، در دشمنی هایی که با ما میشه ما نیاز داریم به معیت خدا، که خدا همراه ملت ما باشه، دست خدا همراه ملت ما باشه در مقابل دشمنان ما. خب دست خدا با کیاست؟ قرآن که میخونیم میفرماد واعلموا ان الله مع المتقین. خدا معیتش با آدمای با تقواست. خدا رحمت کنه همه علمای سابق رو، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله خوشبخت رو، وقتی کلمه تقوا رو میخواست ترجمه بفرماد، بله. فرماد تقوا از ماده وقا میاد به معنی حفظ. بله. یعنی وقتی فرمان خدا میاد انسان خودش رو از نافرمانی خدا حفظ کنه. بله. پس من به مردم شریفمون، اول به خودم، به مردم شریفمون عرض میکنم که اگر میخوایم دست خدا همراه ما باشه و مایه دلخوشی ما باشه در مقابل دشمنان ما،
مسلمان و انشالله ما پیروز میدان باشیم، هممون به صورت جمعی انشالله تقوا رو رعایت کنیم تا انشالله مصداق من المؤمنین رجال صدقوا باشیم که انشالله خدا کار ما رو هم با شهادت در رکاب امام زمانمون ختم کنه به حق محمد و آل محمد. آقا خیلی ممنونم، دست شما درد نکنه، خیلی استفاده کردیم. چقدر آیات قرآن شیرینه و شیرین ترین چیز در زندگی ما انسان ها همین یاد خداست. یاد خدا که دل و جان ما رو پر میکنه از آرامش، امنیت، قرار و هیچ سرمایه‌ای بالاتر از امنیت و آرامش در دل نیست که این حاصل نمیشه مگر با تقوا و محبت به خدای سبحان که در موردش امروز صحبت کردیم سر سفره یاد خدا. خیلی ممنونم، تشکر ویژه از شما. حرم عمه جان حضرت نائبة الفاطمه فاطمه معصومه صلوات الله و سلام علیها بودیم. خیلی ممنونم که با ما همراهی کردید. زیارت‌ها قبول باشه، نفستون پر از یاد خدا باشه و اونایی که میخوان در موکب حضرت فاطمه معصومه در مسیر نجف کربلا ان شاءالله مشارکت بکنن، عدد 22 رو به 301122 بفرستن که ان شاءالله اونها هم خادم حضرت فاطمه معصومه بشن. دگر بارت چو بینم شاد بینم، سرت سبز و دلت آباد بینم. یا علی مدد، خدا نگهدار.